بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم. سلام بر شما، سلام بر والدین گرامی و بچه های عزیزم. برای کامل کردن جدول ترکیب یا جدول دوستی باید به ستونها و ردیفها دقت کنیم. بچه گلم، در این جدول ما 3 ستون داریم. در بالای هر ستون هر تیشرت با یک رنگ مشخص شده. در ستون اول تیشرت سبز، در ستون دوم تیشرت نارنجی و در ستون سوم تیشرت بنفش. حالا بریم سراغ ردیف ها. ردیف اول شلوارک آبی، ردیف دوم شلوارک قرمز و ردیف سوم شلوارک زرد رو داریم. خب باید در جدول دوستی رنگ ها به صورت عمودی از بالا به پایین حرکت کنن و بیان پایین و در ستون خودشون قرار بگیرن. مثلا تیشرت اولی بله سبز هست، پس باید تمام این ستون تیشرت هاشون چه رنگی بشه؟ سبز بشه. ستون دوم چی؟ ستون دوم تیشرتشون باید نارنجی بشه. ستون بعدی چی؟ بله ستون بنفش، تمام تیشرت ها باید بنفش بشن. حالا بریم سراغ ردیف. ردیف اول شلوارک آبی رو داریم. توی ردیف رو با دقت نگاه کنین. بله احسن به شما. باید تمام شلوارک های این آدمک هایی که در این ردیف در ردیف شلوارک آبی قرار گرفتن شلوارکشون آبی بشه و همینطور ردیف دوم. در ردیف دوم همینطور تمام آدمک هایی که در ردیف دوم در ردیفی که شلوارک قرمز قرار گرفتن باید تمامشون شلوارکاشون قرمز بشه. ردیف سوم شلوارک زرد داریم، پس تمام آدمک هایی که در ردیف سوم قرار گرفتن باید شلوارک زرد داشته باشن. موفق و مؤید باشید.